السلام علیکم زنده سلامت خانم مسلمان باشید. خب بعد من در دوام 2 سال فقط دوام میکردم. اما آرزویی که در کودکی هم بود که به شما گفته بودم که آرزو میکردم که قرآن رو فهمم، میخوانم نمیفهمم. با او یک آرزوی دیگر زم شد، الهه شد که خداوندا ما رو به یک جایی بر که من دور شوم و همین انسان ها با یاد من نوارن همون روزها رو نگویم، برای که تاجیکای ما یک عادت دارن که بیچاره خش شدی با من در کامنتاریم خیلی ننویسین، در کامنتاریم خیلی بیچاره خش شدی خیلی نشده نگین، فقط نویسید که التماس میکنم شما که سخنهای دلسوزی نکنید، فقط یک خداوند شما رو زور، شما دختری زور بود هستین گذاشتید خاندتان رو زنید آفر ام خیلی نویسید، نگید که بیچاره خشنه، بیچاره ننویسین. کسی با من کلمه بیچاره می نویسد که شما ریخ کردم من باید بلاکی میکنم. در این قصه های تلخی من فقط ما رو دلتیگ کنید و بگید که قندتان رو زنید آفرین، همیشه اپا به پیش. من از همین سخن‌هایی که بیچاره خشدی و مرا در مسکو می‌دونید 2 سال چیکار کردم، اکات رو کشتم بیچاره. من دعا میکنم خدا ما رو از همین دور کنه دیگه کامل بیچاره نفهمم. من از سال 95 تا 2025 30 سال از همین کلمه بیچاره گریختم، لیکن در وقتی که در آفریقا رفتم در آنجا میدونید چی من آرزو کردم که یک جوری که از همه این آدمایی که ما رو بیچاره میگویند خیلی گریزم روم، لیکن پدری من از همین قصه من از تجاوز کردن من از دنیا ندانسته رفتن. پدرم ندانستن، یگانه کسی که ندانستن گذشته رفتن که همه اهل عایله باقی مونده دانستن، لیکن بعضی خش توران در بالای سوختن نمکو کردم، ریختن نمکو در بالای ریختن. شما در بالای سوخته من نمکو نریزید. وقتی که قصه های ما رو گوش میکنید که بیچاره نگویید من بیچاره نه، من الحمدلله که به خود اومدم بعد از اون واقعه، نشکستم نریختم و خستم و پیش رفتم. بله من خودم رو به خط نرسانیدم، من خود دیوانه نشدم و شالبین چی میگن پسیخولوگ نشدم و علم رو گرفتم و دانش طلب و بزرگی آموز تا به شود از روز دانش طلبیدم بزرگی رو آموختم و پیش رفتم. پس از سال 93 تا 1993 تا 1995 برادر کلانی مرا فقط دلتیگ میکردن دائما. خواهرم غمگین نشود، دل شکسته نشود، تو خداوند رو شکر گزاری کن که تو به یگان بیماری سرایتی گرفتار نشدی، اینفکسی به تو نرسید و حامله دار نشدی از این تجاوزکاری حرامی پلید. و این چنین باز به شما میگم که از تقدیر راه گریز نیست. ای خیلی نکنه ای خیلی میشود، توکل به الله تعالی باید زندگی کنیم. توکل به الله تعالی. ما در همون وحدت که میمونم توکل به الله تعالی ان که در نصیبمون که میبودم کار میشد، نمیبود نمیشد، لیکن در نصیبمون که است ما رو از وحدت گریزانده به دوشنبی آوردن نکن اینجا پناه شوید پناه جوید گفته در دوشنبی ما رو چیکار کردن، ما رو تجاوز کردن، ما رو در آن به قتل رسانیدن. دیدید من سال 1995 از مسکو به طرف سودان سفر کردم. در سودان که آمدم در آنجا من زندگیم رو از صحیفه ورق سفید آغاز کردم. همین مقصد دیگر من چیست؟ من در آنجا به هیچ کس نگفتم که در تاجیکستان جنگ رفته ایستاده بود که سال 95 نه اصلا 92 جنگ بود. من به هیچ کس نگفتم در تاجیکستان جنگ رفته ایستاده است، برادری من رو به قتل رساند، من رو تجاوز کردن، نگفتم. خب خاموش، به هیچ کس یگانچه نگفتم خاموش. میگه که خوشبختی آرامی رو طلب میکند. من خوشبختی آرامی رو دوست می‌دارد. من خوشبخت در آنجا 5 سال خوشبخت ترین انسان بودم که یگان قطره آب دیده من در آنجا نریخت بغیر از تبسم، خنده و خوشحالی. 5 سال من علم رو اساس کردم. من اگر اونجا گیره و نوا می‌کردم که یگان علم و سواد رو از خود نمی‌کردم. 5 سال یگان کس اونجا تاجیک‌ها هم بودن، هم بودن، لیکن تاجیک‌ها بعد اومدن. تاجیک‌ها بدون سال 97 با اومدن، 97 98 اومدن، ولی آرامی تاجیکستان اومدن. بله وقتی که من رفتم تاجیک‌ها نبودن در اونجا. یک من دختر تاجیک بودم از دانشجوی SSR و پسرها بودن. همین گونه من نجات یافتم. از 95 تا 2000 من پور بگیم از وی دور شدم، از غم و غصه فقط به علم داده شد. علم و دانش رو اسباب کردم، زبان عربی، قرآن رو، حدیث رو، همه چی رو اسباب کردم. الحمدلله 5 سال علم رو گرفتم و دیپلم رو با سری بلند و همون آدمی که دیپلم رو قبول میکنه دانشجوها رو همون به من گفتن در وقتی خیر خوش به استادون کردم سال آخر به من گفتن که اگر تو همه تاجیکستان رو بیاریم و همه‌اش رو قبول میکنیم با شرطی که رفتارشون آدابشون مثل شما باشد. بعد با همراهی من یک دخترک از کازان بود گفت به من گفت آرامد گفت گویا که تو فخر کرده است و گفت سرش در آسمان میرسد. گفتم بله سرم در آسمان میرسد ان شاء الله.
بعد گفت که ای گفت من رو من خیلی گفته باشد یک سال پس اون کار ختم میکردم دانشگاه رو. گفتم نمیدونم شاید بیان. پس من فکر کردم که اینها از پس من 5 سالی که اونجا بودم نظارت میکردم دستم. بله. ببینید چه خیلی آدم خوشحال میشه. همه تاجیک‌ها رو بیارید ما قبول میکنیم با اون شرطی که رفتار و آدابش مثل شما باشد. این رو به هر کس نمیگویم. من دیپلم رو گرفتم و من در اونجا دعوت کردن که شما ایستید اینجا ماجستراتور رو کنید، حمایت کنید و اسپرانتور رو و اینجا شما رو کار میگیریم، شما دانشجوی فعال. من گفتم که نه، من به وطن نمیرم، من به نزد پدر و مادرم برمیگردم و خدمت خلق وطنم رو میکنم. بله. سال 2000 برگشتم به مسکو. باز من شما قصه میکنم در مسکو چی شد، به تاجیکستان رفتم. خب